فصل 11 شنبه ساعت 8 صبح. مهمانها آرام آرام از غذاخوری به سمت لابی می روند. سعی می کنند دور از پلکان بمانند. بعضی هنوز فنجانهای قهوهشان را در دست دارند. هنری بر بخت بعدش لعنت می فرستد. اگر دیشب یخبندان نشده بود آخر هفته زمستانی خیلی خوبی می شد. می توانست به اسکی برود و این تنش لعنتی را بیرون بریزد. حالا از پنجره‌های جلوی هتل بیرون را نگاه می کند. یخ مثل شیشه همه چیز را پوشانده. این هتل اصلاً ارزان قیمت نیست. انگار همه دست به دست هم دادن تا اوقات او را تلخ کنند. اشتباه می کند و نگاهی به همسرش می اندازد که دارد تماشایش می کند. هنری خیلی بیقرار است. به جلو خم می شود و دماغش را به شیشه سرد می چسباند. می بیند که شاخه بزرگی از درخت کهنسال جلوی هتل شکسته و تکه‌هایش روی زمین پخش شده است. چوب تیره بر روی سفیدی درخشان. حس می کند همسرش به اون نزدیک می شود. به ولی می گوید فکر بیرون رفتن به سرت نزنه ها. چنین فکری در سر نداشت، اما حالا که همسرش گفت تصمیم می گیرد این کار را بکند. به ولی می گوید دیوونه بازی در نیار. انگار دارد یکی از بچه ها را از کار بدی باز می دارد. هنری پالتویش را از روی جالباسی بر می دارد. می پوشد و چکمه های زمستانیش را هم به پا می کند. ایان می گوید مطمئنی کار درستیه؟ البته لحنش مثل بولی نیست که بخواد او را کنترل کند. هنری در حالی که کلاهش را روی سر می کشد جواب می دهد زیاد دور نمیرم، فقط میخوام یه هوایی تازه کنم. ایان می گوید پس از سیمای برق فاصله بگیر. همه ایستادند و او را تماشا می کنند. انگار پرنده‌ای دارد از قفس آزاد می شود و می خواهد شرایط بیرون از قفس را بسنجد. هنری در را باز می کند. هوای سرد را روی صورتش و نگاه مهمانها را پشت سرش حس می کند. به ایوان قدم می گذارد و در را پشت سرش می بندد. تازه متوجه باد می شود که چقدر وحشی و پرسر و صداست. از داخل هتل باد مثل غرشی مبهم به نظر می آمد که گهگاه از دور زوزه می کشید. اما این بیرون باد کاملا زنده است. مثل یک هیولا و خیلی نزدیکتر. نگاهی به جنگل می اندازد و می بیند که باد چگونه سر درختان را به این سو آن سو خم می کند. و صدایی که شبیه ناله است. و سر از همه صدای جرجر شاخه های یخزده درخت مقابل اوست که باد به آنها فشار می آورد. لحظه‌ای چشمانش را می بندد و گوش می دهد. کشتی بادبانی چوبی کهنه‌ای را تصور می کند که به هنگام طوفان در دریا ممکن است چنین صدایی ایجاد کند. چشمهایش را باز می کند و به درخت خیره می شود. آیا ممکن است شاخه دیگری بشکند و سقوط کند؟ چند لحظه‌ای هست که از جایش حرکت نکرده و می داند همه دارند نگاهش می کنند. نرده را می گیرد و پایین را نگاه می کند. لایه ضخیمی از یخ پله‌های چوبی را پوشانده. در حالی که محکم نرده را گرفته با احتیاط قدم برمی دارد. خیلی سر است، اما به هر مصیبتی بدون حادثه از آن سپله پایین می رود. نمی داند آنجا چه کار دارد می کند. شروع به راه رفتن می کند. البته راه رفتن که نه، سر دادن پاها روی یخ. سعی می کند مرکز ثقل بدنش را پایین بیاورد. یاد وقتی می افتاد که دنبال تدی در زمین هاکی روی یخ راه می رفت. زمین هاکی صاف بود، اما اینجا پستی و بلندی دارد و خیلی سخت تر است. هنوز 20 قدمی از هتل دور نشده که ناگهان پاهایش از زیرش در می روند. به هوا بلند می شود و با کمر به زمین می خورد. دراز به دراز افتاده. سعی می کند نفسی تازه کند. سینه‌اش خسخس می کند. به ابرها نگاه می کند. حس می کند مثل احمق‌ها شده. صدای باز شدن در هتل را می شنود. حتما همسرش است که می خواهد به او بگوید که برگردد. اما قبل از اینکه فرصت کند چیزی بگوید صدای جرجر ترسناکی از بالای سرش می شنود. به درخت نگاه می کند. قلبش از اتفاقی که دارد می افتد می ریزد. چشمهایش را می بندد. شاخه درخت به فاصله چند سانتیمتر از او به زمین می خورد. آرام چشمهایش را باز می کند. اگر این شاخه به او می خورد ممکن بود کشته شود. هنری که دیگر توان بلند شدن ندارد 4 دست و پا به سمت هتل برمی گردد. نرده را می گیرد و بلند می شود. در باز است و همه هراسان او را نگاه می کنند.
سرانجام کمک میکنند و او را به داخل هتل میکشند. وقتی کمی حالش جا میآید همسرش میگوید اگه میخوای کاری انجام بدی به برادلی کمک کن که داره مسیر خونه یخی رو پاک میکنه. با رنجش به او نگاه میکند. همسرش ادامه میدهد گفت اونجا درختی در کار نیست و امنه. کندیس برای هنری متاسف است که اینطور اینجا گیر افتاده. همه‌شان همین وضعیت را دارند. دوست دارند مثل هنری بیرون بروند، اما چاره ای نیست جز اینکه بی هدف توی هتل پرسه بزنند. خیلی کار دارد. باید تا وقتی لپتاپش شارژ دارد کار را پیش ببرد. اینجا هم سوژه های جالبی دارد. می رود تا نگاهی به جسد دانا بیاندازد. وقتی ملحفه را کنار می زند سنگینی نگاه دیگران را حس می کند. این بار با دقت به زخم سرش و خونی که روی پله ها ریخته نگاه می کند. قلبش تندتر می زند. بعد دوباره می رود کنار شومینه می ایستد. دستهایش را گرم می کند و در افکارش غرق می شود. به نظر او کسی این دخترک بیچاره را به قتل رسانده. لارن رشته افکارش را پاره می کند. داری رو چه جور کتابی کار می کنی؟ کندیس لبخندی می زند و می گوید تا وقتی تموم نشده دوست ندارم دربارش حرفی بزنم. حس می کنم حرف زدن درباره پروژه اثر انرژیشو کم می کنه. لارن می گوید فکر می کردم نویسنده ها دوست دارن درباره اثری که دارن خلق می کنن حرف بزنن. من اینجوری نیستم. کم کم مهمان ها از لابی خارج و در جهات مختلف پخش می شوند. همه از اتفاق غم انگیزی که افتاده ناراحتند. برادلی چند تا چراغ نفتی و کبریت می آورد و روی میز می گذارد. اما بیشتر آنها ترجیح می دهند از چراغ قوه گوشی خود برای یافتن راهشان در پلکان و راهروهای تاریک استفاده کنند. به جز طبقه همکف که از پنجره‌های جلوی هتل نور می‌گیرد، بقیه طبقات به طور زجرآوری تاریکند. وقت کار است. کندیس از کنار جنازه عبور می‌کند و از پله‌ها بالا می‌رود تا خود را به اتاقش در طبقه دوم برساند. در دو طرف راهرو پنجره‌های کوچکی وجود دارد که نور کمی از آنها به درون می‌تابد. رنگ تیره فرش و دیوارها هم به تاریکی راهرو دامن زده. کندیس می‌داند که همه اتاقها پنجره دارند. اگر پرده ها را کنار بزند برای بیشتر کارها نور کافی دارد. گرچه شاید برای کتاب خواندن کافی نباشد. طبقه بالا سردتر است. آتش بزرگی که در لابی افروخته شده آنجا را به گرمترین و خوشایندترین محل در هتل تبدیل کرده. البته اگر بشود وجود جسد دانا را نادیده گرفت. اما بیشتر مهمان‌ها که بدجور نگران و وحشت زده اند ترجیح دادن به اتاقهایشان برگردند. اتاق کندیس سرد و تاریک است. بنابراین لپتاپش را برمی‌دارد و به کتابخانه می‌رود. برادلی توی غذاخوری دارد آنجا را مرتب می‌کند. از او می‌خواهد شومینه کتابخانه را روشن کند. برادلی کمی دستپاچه به نظر می‌رسد. کندیس فکر می‌کند سر و سامان دادن به کارهای هتل با افراد اندک و با وجود قطعی برق کار دشواری است. وقتی وارد کتابخانه می‌شوند کندیس می‌گوید شنیدم دارین مسیر خونه یخی رو پاک می‌کنین. برادلی لبخندی می‌زند و می‌گوید بله، هنری هم کمک می‌کنه. کار سختیه ولی از برفروب هم استفاده می‌کنیم. کندیس با خود می‌گوید کاش می‌شد از این وضعیت پیش آمده در هتل شکایت کرد، اما نمی‌خواهد بار دیگری بر دوش این جوان بیچاره بگذارد. این کوتاه فکری است که با وجود مرگ یک زن جوان و افرادی که به خاطر طوفان حال خوشی ندارند بخواهد غر بزند. با این وجود قطعی برق برای او یک مشکل جدی است. به اینجا آمده بود تا در آرامش کار کند، اما با لپتاپی که شارژ ندارد نمیتواند کاری از پیش ببرد. باتری لپتاپ چند ساعت بیشتر دوام نمیآورد. بعدش باید پتوی دور خود بپیچد و با خودکار روی کاغذ بنویسد. این اصلا شبیه چیزی نیست که تصور میکرد. یاد مادرش میافتد که در رخت خواب زمینگیر است. آیا خواهرهایش آنطور که باید و شاید از او مراقبت میکنند؟ روی یک صندلی راحتی مقابل آتش مینشیند. آتش ترق و تروخ و فسفس صدا میکند. از برادلی تشکر میکند و از او میخواهد هر وقت سرش خلوت شد برایش یک فنجان چای داغ بیاورد. بعد کامپیوترش را باز میکند. مدتی طول میکشد تا فکر مرگ دانا رهایش کند و بتواند کارش را شروع کند. شنبه 9:15 صبح.
صبحانه برای گوئن زجرآور بود. اصلا اشتها نداشت. به هیچ وجه شبیه صبحانه‌ای نبود که در بروشور هتل میچل وعده‌اش را داده بودند. فقط یک نصف شیرینی خورد، آن هم بدون آنکه مزه‌اش را بچشد. دیوید نیامد سراغش، اما رایلی کنارش بود و نقش محافظت از او را به خوبی ایفا می‌کرد. شاید هم ذهن دیوید به خاطر مرگ دانا درگیر بود. گوئن می‌دانست که دیوید نگران متیو هم هست. برایش مهم نبود رایلی چه فکری می‌کند، اما دوست نداشت وقتی می‌رود سمت دیوید رایلی دستش را بگیرد و بکشد و مضحکه خاص عام شود. رایلی قابل پیش‌بینی نبود. وقتی دیوید غذاخوری را ترک کرد، گوئن تصمیم گرفت صبر کند و بعد در فرصتی مناسب برود پیش او. مدام به دیوید فکر می‌کند. همین چند ساعت پیش بود که دیوید عاشقانه نوازشش می‌کرد. توی لابی قدم می‌زدند و هنری را نگاه می‌کردند که رفت بیرون و خودش را سنگ روی یخ کرد. بعد رایلی پیشنهاد داد که دوتایی در هتل گردشی بکنند. گوئن کتابخانه را به او نشان داد. بعد به اتاق نشیمن کنار آن رفتند. جای دلپذیر با مبل‌های بزرگی که روکشی از جنس پارچه چیت داشتند. صندلی‌ها و میزهای زیبا و یک نقاشی رنگ روغن که بالای شومینه نصب شده و چهره زنی را به تصویر کشیده بود. گوئن در حالی که دستهایش را روی بازوهایش می‌کشید تا گرم شود پیشنهاد کرده بود همینجا بمونیم؟ اما رایلی بیقرار بود و می‌خواست به گشتن هتل ادامه دهند. راهروی کوچکی کنار لابی را دیده و بعد به بار آمده بودند. حالا رایلی نگاهی به دور و بر بار می‌اندازد و می‌گوید خیلی خوبه، بذار آتیش روشن کنم. گوئن به او نگاه می‌کند و فکر می‌کند البته که رایلی می‌تواند آتش روشن کند. او در بدترین شرایط در عراق و افغانستان زندگی کرده. نمی‌داند چه کارهای دیگری از رایلی ساخته است که از او برنمی‌آید. رانندگی با ماشین دنده دستی، بستن زخم و حفاظت از منابع، مذاکره با تروریست‌ها. رایلی هیچ وقت این جزئیات را با او در میان نگذاشته است. احتمالاً فکر می‌کند گوئن نمی‌تواند هضمشان کند. رایلی مجموعه عجیبی از مهارت‌های کاربردی و شجاعت است و حالا به طور وحشتناکی شکننده و غیرقابل پیش‌بینی هم شده. گوئن از وجود بطری‌های نوشیدنی در بار آگاه است و می‌ترسد با اینکه هنوز وقت صبحانه است رایلی به سراغ آنها برود. پشتش را به بار می‌کند و عناوین کتاب‌های داخل قفسه و نقاشی‌ها را از نظر می‌گذراند. ناگهان یاد آخرین سال دانشکده می‌افتد، سالی که همه چیز برای او دستخوش تغییر شد. رایلی می‌داند چه اتفاقی افتاد چون او هم آنجا بود. رایلی می‌داند چرا گوئن فکر می‌کند که او لیاقت شاد بودن را ندارد. اما گوئن اگر می‌خواهد شانس بودن با دیوید را از دست ندهد، باید با گذشته‌اش کنار بیاید. باید با آن روبرو شود. یک شب به مهمانی رفته بودند. پایان سال تحصیلی بود و به زودی فارغ التحصیل می‌شدند. بنابراین حسابی جشن گرفته بودند. انواع و اقسام نوشیدنی هم موجود بود. گوئن شاهد یک جنایت وحشتناک بود. شاهد تجاوز 3 مرد به یک زن جوان. و کاری نکرد. هیچ کاری. شب قبلش به خاطر انجام تکالیفش بیدار بود. در مصرف نوشیدنی افراط کرده بود و نیاز داشت جای دراز بکشد. اتاق خوابی پیدا کرد که یک تخت و یک تشک اضافه روی زمین داشت. روی تشک دراز کشید و پتو را روی خود کشید. ناگهان دختری وارد اتاق شد و او را بیدار کرد. تاریک بود. فقط نور کمی از چراغ‌های خیابان به درون می‌تابید. گوئن دختر را شناخت. بعضی از کلاس‌هایشان با هم بود. دختر سعی می‌کرد مردی را از خود دور کند. مرد شروع کرد به درآوردن لباس‌های دختر. گوئن می‌خواست بلند شود و دوتایی جلوی آن مرد را بگیرند که در همین لحظه 2 مرد دیگر وارد شدند و در را بستند. یکی از آنها یک صندلی را گذاشت زیر دستگیره در تا کسی نتواند آن را از بیرون باز کند. گوئن از ترس فلج شده بود. دختر جیغ می‌زد اما صدای موسیقی آنقدر بلند بود که کسی صدایش را نمی‌شنید. دختر را محکم روی تخت نگه داشتند و به او تجاوز کردند. وحشیانه می‌خندیدند. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. گوئن نمی‌خواست مردها متوجه حضورش شوند. می‌ترسید همان بلا را سر او هم بیاورند. کارشان که تمام شد رفتند و دختر را که گریه می‌کرد همانجا رها کردند. گوئن بالا آورد. بعد رفت سراغ دختر اما دید که بیهوش شده. رفت دنبال رایلی. ماجرا را به او گفت و با هم به اتاق برگشتند. دختر به هوش آمده بود. گوئن به او گفت که شاهد ماجرا بوده.
دختر چیزی نگفت، اما نگاهش ملامت بار بود. دختر به گوئن گفت در تشخیص چهره مردها کمک کند و شهادت بدهد. گوئن به رایلی گفته بود که میتواند مردها را شناسایی کند، اما لحظه‌ای که دختر این حرف را زد گوئن ترسید. نمیخواست چنین مسئولیتی را بپذیرد. به او گفت که هم تاریک بود و هم تحمل دیدن چنین صحنه‌ای را نداشته و خود را زیر پتو پنهان کرده بود. بنابراین نمیتواند آنها را شناسایی کند و کمکی از دستش ساخته نیست. دختر میخواست شکایت کند، اما بدون شهادت گوئن راه به جایی نمیبرد. گوئن با وجود اصرار رایلی به دختر کمک نکرد. بعد هم فارغ التحصیل شد و سعی کرد این ماجرا را فراموش کند، اما عذاب وجدان هرگز رهایش نکرد. بعدها شنید که آن دختر مدتی بعد از آن اتفاق خودکشی کرده است و گوئن از آن زمان با این احساس گناه زندگی کرده. این مسئله زندگی او را شکل داد و شخصیتش را تعریف کرد. او یک ترسوست، کسی که نتوانست کار درست را انجام دهد. می‌داند دیگر لیاقت آن را ندارد که در زندگی اتفاقات خوب برایش رقم بخورد. رایلی همیشه او را بر اساس آن اتفاق قضاوت کرده است. حتی حالا بعد از این همه سال رفتار رایلی آزارش می‌دهد. از بالا به گوئن نگاه می‌کند. مگر رایلی در مناطق جنگی همیشه کار درست را انجام داده است؟ آیا رایلی هرگز اشتباه نکرده؟ هرگز نترسیده؟ آن هم برای این همه مدت که در عراق و افغانستان مستقر بوده؟ گوئن که غرق در افکارش است، ناگهان صدای رایلی را میشنود که جلوی آتش روی صندلی نشسته و رنگ به رخ ندارد. گوئن از تغییر حال رایلی یکه میخورد و میپرسد: چی شده، خوبی؟ میدونستم که اون اسم قبلش شنیدم. بیا اینجا بشین تا برات بگم. گوئن با نگرانی نگاهش میکند. میرود و روبروی او مینشیند. رایلی به جلو خم میشود. به گوئن نگاه میکند و میگوید: یادم اومد اون مرد کیه. نگرانی تمام وجود گوئن را فرا میگیرد. قطعاً دیوید نباید مشکلی داشته باشد. رایلی میگوید: اون همون وکیلی که به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود.